سلام علیکم دوستان عزیز و ارجمند. امروز من خواستم برای شما یک حکایت را از کتاب بستان سعدی شیرازی در مورد قناعت ذکر شده است بیان نمایم که سعدی بزرگوار می فرمایند یکی گربه در خانه ای زال بود که برگشته ایام و بدحال بود. در دوره های پیش یک کمپیر کم بغل زندگی میکرد که در خانه اش یک گربه داشت که آن کمپیر بسیار هم نادار بود. گربه از ناداری از کمبغلی همون کمپیر قناعتمند نشد و آن موشی که در خانه آن می برآمد از آن هم قناعت نکرد و در فکر و اندیشه اش گذرانید که در همون همسایگی کمپیر یک پادشاه زندگی میکرد. گربه گفت اگر من از خانه پیرزن برآمده به خانه پادشاه روم، شاید از آن گوشت و روغنهایی که پادشاه استفاده میبرد شاید نصیب من هم شود. به این اندیشه به کمپیر کمبغلیش طاقت نکرده قناعت نکرده برآمد. دوان شد به مهمانسرای امیر، غلامان سلطان زدندش به تیر. و وقتی که به مهمانسرای آن پادشاه که آمد، البته خانه پادشاه بی پاسبان و نگهبان نمی شود. اون نگهبانان امیر و گربه با یک تیر و کمان زدند. چکان و خونش از استخوان می دوید، همه گفت و از حول جان می دوید. یک پاچکش زخمین شد، خونش از استخوان پاچکش می رفت و از درد و شکنجه آن تیر چنین گفت اگر جستم از دست این تیر زن، من و موش و ویرانه ای پیرزن. اگر من ساق و سلامت زنده از این دست این تیرزن ها خلاص یابم و به خانه روم، من و موش و ویرانه ای پیرزن. من و همون یک موشی که از خانه مو ویرانه پیرزن دریافت میکنم بسنده است. نیرزد اصل جان من زخمی نیش، قناعت نکوتر به دوشابی خیش. اصل گفته زخمی زنبور به تحمل کردن ارزنده نیست، قناعت کردن بهتر است به شب مانده خود. خداوند از آن بنده خرسند نیست، که راضی به قسم خداوند نیست. خداوند از آن بنده که به قسمتی که خداوند برای آن کشیده است راضی نباشد، خداوند از آن بنده راضی نیست. بلکه هر یک انسان باید به قسم و تقدیری که خداوند برای آن کشیده است، آن رزق و روزی که خداوند برای آن داده است قناعت ورزد. این بود یک حکایتی که بسیار کوتاه ولی بسیار هم پرمعنا، حکمت‌های زیاده دارد. بنابراین باید ما قناعتمند باشیم با آن مال و دولتی که خداوند برای ما نصیب گردانیده است. خیر دوستان عزیز، تا سبت‌های آینده.